سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 16 ماه تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. امامعلی رحمان به خطای با هواپیمای 92 میلیون دلار سفر کرده است. مسکو اعتراف کرد که کشورهای آسیای مرکزی شاید به تحریمات ضد روسیه همراه شوند. هلاکت یک جوان از ترکش گلوله در شوراباد. جباروف گفت به جورش توشیف برای از ازبکستان برگردانیدن 19 هکتار زمین عنوان قهرمان قرقیزستان داده است. درگذشت کارگردان معروف تاجیک شفقت خلیلزاده. یک زمین لرزه چهارباله در نزد کوه سریز و اکنون تفصیلات خبرها. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان که صبح 16 ماه سال 2023 برای انجام سفر دولتی و اشتراک در یک نشست سران کشورهای منطقه به خطای رفت، بار نخست با هواپیمای پرزیدنتی 92 میلیون دلارش پرواز کرده است. در ویدیویی که خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان از فرودگاه پکین نشر کرده دیده می شود که امامعلی رحمان و همراهانش از همین هواپیمای سابق پرزیدنت مکزیک که خریدنش بحث‌های گرمی را در جمعه به پا کرد پایین شدند. قرار است امامعلی رحمان در جریان این سفر با رهبران خطای مسائل مربوط به ادامه همکاری‌های دو کشور را بررسی کرده در نخستین نشست آسیای مرکزی و چین در سطح سران کشورها اشتراک کند. 20 مارس سال 2023 رئیس جمهوری خلقی چین سی جین پینگ در تبریکات نوروزیش به امامعلی رحمان خبر داده بود که پکین ماه مای در نخستین سامیت چین و آسیای مرکزی می‌خواهد یک نقشه بزرگ رشد مناسبت‌های بین چین و آسیای مرکزی را با رهبران این منطقه در میان گذارد. ناظران امور بر اینند که خطای با استفاده از ضعیف شدن روسیه در پی درماندنش در بطلاق جنگ اوکراین عزم دارد تا نفوذ خود را بر کشورهای آسیای مرکزی بازم تقویت داده جای روسیه را در مقام شریک رقم یک برای دولت‌های این منطقه تنگتر کند. هواپیمای سابق پرزیدنت مکزیک تمغه بوینگ 787 که ماه پیش از جانب تاجیکستان برای پرزیدنت این کشور امامعلی رحمان با نرخ 92 میلیون دلار خریده شد، نیمه دوم روز 14 ماه سال 2023 از فرودگاه شهر برناردینوی شتات آریزونا آمریکا به پرواز خیسته صبح 15 ماه به دوشنبه رسید. خرید هواپیمای پرزیدنتی از مکزیک با قیمت 92 میلیون دلار در تاجیکستان موجب واکنش‌های گوناگون را برانگیخته است، در حالی که طرفداران حکومت خرید چنین هواپیمای گرانبها را باز یک نشانه رشد پیشرفت کشور و برای بالا بردن ایمیج تاجیکستان به خصوص حکومتش مهم می‌شمارند. منتقدان می‌گفتند که کشور فقیر به مثل تاجیکستان که 92 میلیون دلار را می‌توانست برای کارهای مهمتری به مثل بنیاد کارخانه نفت و تأمین مردمش با جای کار خرج کند. از جمله به این نقطه اشاره می‌شد که مکزیک با وجود آن که یکی از اقتصادهای بزرگ دنیاست و مجموع محصولات داخلیش سالانه قریب 1.3 تریلیون دلار را تشکیل می‌دهد، از استفاده چنین هواپیمای گرانبها دست کشیده با پول آن می‌خواهد در دو ولایت فقیر گریرو و اوخاکا بیمارستان‌های زمانوی بسازد. ولی تاجیکستان با آنکه حجم اقتصادش سالانه همگی نزدیک 9 میلیارد دلار است، یعنی 150 مرتبه ضعیفتر از مکزیک است، با 92 میلیون دلار برای پرزیدنتش هواپیما می‌خرد. مقامات تاجیکستان تا حال خبر به 92 میلیون دلار خریدن هواپیمای پرزیدنت مکزیک را شرح ندادند، ولی باور می‌رود که این هواپیما را مخصوص برای انجام سفرهای پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان خریداری کردند. جانشین وزیر کارهای خارجی روسیه میخائیل گالوزین روز 16 ماه سال 2023 در یک انجمن بخشیده به آسیای مرکزی در چارچوب کلوب مباحثه‌ای ولدای گفت احتمال پیوستن کشورهای آسیای میانه به تحریمات علیه روسیه زیاد است. او افزود بعضی از کشورهای آسیای میانه از بدوشگیری مسئولیت‌ها ترسیده آماده‌اند تا از شوراهای محدود کننده غرب پیروی کنند، ولی به ادعای این منصبدار روس گویا آن کشورهای منطقه که تحریمات غربی را رعایت نمی‌کنند از رعایت کردنشان دیده ضرر زیادتر خواهند دید. او شرح نداده است که چگونه رعایت نمودن تحریمات کشورهای غربی به ضرر کشورهای آسیای میانه انجام می‌شود. همچنین گالوزین قید نمود که مسکو
به سیاست‌های پیشگرفته داخلی و خارجی کشورها کاری ندارد تا آن زمانی که آنها بواسطه مخالف عهده‌داری‌های متقابل طرفین در دایره سازمان‌های اودکبه، SNG و اتحاد اقتصادی اوراسیا نباشند. این منصبدار بلندپایه روس زمان این حرفا را میزند که در اول ماه مای پایگاه بلومبرگ خبر داده بود که اتحاد اروپا در جریان بررسی طرحی است که بر اساس آن نسبت کشورهایی که برای دفع زدن تحریم‌ها بر روسیه کمک میکنند چاره‌های ضروری اندیشیده خواهند شد. در غرب بر اینند که روسیه تا کنون برای پشت پا زدن تحریمات بزدش اعلان شده از کشورهای متفقی خود از جمله از کشورهای آسیای مرکزی با صورت فراوان استفاده میبرد. بنا به گفته سردار خدمات فدرالی گمرک روسیه تا آخر سال 2022 روسیه با پشت پا زدن تحریمات کشورهای غربی توانسته است در عموم به مبلغ 20 میلیارد دلار محصولات تحت تحریم را وارد خاک کشور کند. روزنامه فاینانشال تایمز می نویسد که از اول جنگ ضد اوکراین کالاهای اروپایی به مبلغ 2 میلیارد دلار می بایست توسط قلمرو روسیه به صورت ترانزیتی به کشورهای چون ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان می رسید، ولی در راه از نصف زیاد این محصولات غیب زد. در اروپا بر آن نظرند که این محصولات در روسیه باقی مانده است. امریکا از ماه اپریل سال 2023 نسبت به چند شرکت خطایی ارمنستان و ازبکستان محدودیت جاری نموده به کشورهای چون قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان آگاهی داده بود که در حالت کمکشان به روسیه برای دور زدن تحریم ها نسبت به آنها چاره‌های جدی می‌اندیشد. رسانه‌های تاجیکستان نوشته بودند که در 3 ماه اول سال 2023 تاجیکستان صادرات خود را به روسیه 50% افزایش داده است. در این مدت تاجیکستان به روسیه به مبلغ 35.8 میلیون دلار مال و کالا فرستاده است. در سال 2022 باشد صادرات تاجیکستان در همین دوره به 23.7 میلیون دلار برابر بود. از هم عجیب آن است که در 3 ماه سال 2023 محصولاتی که تاجیکستان اساساً به روسیه میفرستد از قبیل سبزیجات و خشک‌میوه و پخته کم گردیده صادرات تکنولوژی معاصر و فناوری‌های نو از جمله چیپ‌ها و میکروسخیم‌ها افزوده است که در گذشته چنین مال‌ها از تاجیکستان به روسیه اصلاً صادر نمی‌شدند. پرزیدنت قرقیزستان صادر جاباروف که هنوز 1 سپتامبر سال 2022 برابر کمیته دولتی امنیت ملی این جمهوری جنرال لیتنانت قمچبک توشیف اعلی‌ترین رتبه دولتی قهرمان قرقیزستان داده بود. تازه اکنون با گذشت 8 ماه دلیل‌های به این عنوان عالی سرفراز گردانیدن این دوست نزدیکش را شرح داد. در تاجیکستان بسیاری‌ها نسبت به قمچبک توشیف نظر منفی دارند و بر اینند که بعد رسیدن او به مقام رئیس امنیت قرقیزستان زدخوردهای خونین در مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان شدت و دامنه بیشتر پیدا کردند. جاباروف روز 12 ماه سال 2023 در صحبت با نامزدها به وکیل از حوزه لنین گفت من توشیف را محض برای برگردانیدن زمین‌های قرقیزستان از زیر دست ازبکستان به عنوان قهرمان قرقیزستان سرفراز گردانیدم. میدانم بسیاری‌ها اون زمان گفته بودند که پرزیدنت شناسبازی نموده رفیق خود را به این عنوان عالی سرفراز نمود، ولی این طور نیست. انتظار شوید، وقت همه چیز را نشان می‌دهد. بنا به گفته رئیس جمهور قرقیزستان سردار کمیته امنیت ملی توشیف در طول 1.5 سال شب و روز محنت نموده چندین مراتبه به تاشکند سفر کرده با منصبداران ازبک بحث‌های تیز و تند انجام داده است. حتی به گفته او کار تا به جای رسید که جانب‌ها به سوی همدیگر بسته‌های حجت‌ها را پرتافته از الفاظ قبیح نیز استفاده نمودند. محض برای همین خدمتش برگردانیدن 19 هکتار زمین قرقیزستان در منطقه غواسای که سال 1956 اتحاد شوروی به ازبکستان داد. من به قمچبک توشیف عنوان قهرمان دادم تا که خدمت‌هایش در تاریخ نقش ببندند، افزود رهبر قرقیزستان. اما مخالفین توشیف و جاباروف را به خیانت به وطن متهم می‌کنند و می‌گویند که زمین‌های قرقیزستان را به ازبکستان دادند. ماه سپتامبر سال 2022 در فرمان دادن عنوان قهرمان به توشیف گفته می‌شد که توشیف صلح را بین دو خلق پیدا نموده از جنگ خونریزی‌ها پیشگیری نمود. همچنین صادر جاباروف آن زمان گفته بود که
رهبر کمیته امنیت ملی در حالی که کشور در استانه به پارچه ها تقسیم شدنی بود، مردانگی نشان داده یک پارچگی قرقیزستان را حفظ نمود. ولی پرزیدنت قرقیزستان شرح نداد که کدام خطر آن زمان وجود داشت که میخواست قرقیزستان را به پارچه ها تقسیم کند. باید یادآور شد که در آخر سال 2022 رهبران قرقیزستان و ازبکستان با امضای سندها مرز میان دو کشور را پر تعیین و علامتگذاری نمودند. ولی آن زمان این سند هم در قرقیزستان و هم در ازبکستان ناراضگی جامعه را به بار آورد. لازم به ذکر است که همگی 2 هفته بعد دادن عنوان قهرمان قرقیزستان به توشیف از 14 تا 18 سپتامبر سال 2022 در مرز قرقیزستان با تاجیکستان زدوخوردهای سنگینی رخ داد که در جریان آن هر دو طرف دهها کس کشته شدند. توشیف در شروع این مناقشه تاجیکستان را گوناگون کرد. در تاجیکستان انگشت اتهام به سوی توشیف بلند میکنند و او را سببگار ناآرامی‌های سالهای آخر در مرز دو کشور میشمارند. توشیف دوست نزدیک صابر جباروف به شمار میرود و بلافاصله بعد به قدرت رسیدن جباروف در ماه اکتبر سال 2020 در حکومت او رئیس کمیته امنیت ملی تعیین شد. کارگردان شناخته تئاتر تاجیک، هنرپیشه مردمی تاجیکستان، سرکارگردان تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی، شفقت خلیلزاده یا خلیلوف، شام 15 ماه سال 2023 در سن 67 از یک بیماری نابهنگام از عالم چشم پوشید. کمال سیفالدین زاده خبر داد که مراسم وداع با کارگردان معروف صبح 16 ماه تا ساعت 12 در گذرگاه سیم کوچه به نام غفورов شهر دوشنبه دایر می شود. گفته می شود کارگردان شناخته را در آرامگاه سر آسیا به خاک می سپارند. 100 نفر از همکاران و مخلصان هنر شفقت خلیلوف، همچنین وزارت فرهنگ تئاتر سمرقند، گروه اوستا از مرگ او اظهار اندوه و به نزدیکانش اظهار همدردی کردند. تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی در فیسبوک مرثیه پرسوزی را نشر کرد. دوستان عزیز، از خبر مدهشی که به ما رسید دل می شکند. شخص برجسته که تجسم تمام یک دوران حیات تئاتر کشور بود از ما رفت. امروز هنرپیشه خلقی تاجیکستان شفقت محمدوویچ خلیلزاده از این دنیا رفت. درباره خدمت‌های استاد در ساحه فرهنگ جمهوری به آخر سخن گفتن ممکن است، اما در این لحظه برای همه ما مشکل پیدا کردن سخن درست آسان است. تنها همین قدر گفتن می توانیم که ما در این روز در کنار همه خویش و تبار و یار و دوستانش هستیم. الله به این غم و اندوه تحمل عطا کند. ما با شما هم دردیم. درباره علت مرگ شفقت خلیلزاده اطلاعی در دست نیست. همگی چند هفته پیش او در جشنواره جمهوری تئاتر پرستو اشتراک داشت و سالم و بردم به نظر می رسید و به گفته همکسبانش چون همیشه پر از انرژی بود و در سر چندین نقشه هنری داشت. شفقت خلیلزاده 26 دکبر سال 1956 در خانواده هنرمند مردمی تاجیکستان هنرپیشه شناخته تئاتر و کینو محمد جان خلیلوف به دنیا آمده. سال 1978 دانشکده صنعت به نام میرزا ترسونزاده و سال 1985 دانشکده دولتی تئاتر، موسیقی و کینماتوگرافی شهر لنینگراد را ختم کرده بود. شفقت خلیلزاده سالهای طولانی به حیث کارگردان و سرکارگردان در تئاتر دولتی موسیقی مزکوی به نام عطا محمد جانوف شهر باختر، تئاتر دولتی موسیقی مسکوی به نام کمال خوجندی شهر خوجند، تئاتر مسکوی موسیقی سمرقند به نام حامد عالمجان، تئاتر لختک دوشنبه و تئاتر دولتی جوانان به نام وایدوف کار کرده. سالهای آخر سرکارگردان تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی بود. از شفقت خلیلوف نمایشنامه‌های چون لیلة القدر اکبروف، اولیا و آسی، ماجرای آبفروش، توی بیادم، فریاد عشق، نیرنگ‌های میسره و ده‌ها دیگر به یادگار ماند. آخرین نمایش‌هایی که او در تئاتر اپرا و بالت به صحنه گذاشت اپرای رودکی از آهنگساز شراف‌الدین سیف‌الدینوف بود. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. فضلالدین سنگوف، یک جوان 21 ساله ساکن ناحیه شمس‌الدین شاهین و دانشجوی دانشگاه دولتی دنغره، از ترکش گلوله یا سناریاد به هلاکت رسیده است.
در این باره رضا عمر رئیس جماعت دیهات شوراباد نویه شمس‌الدین شوئین روز 16 مای سال 2023 بعض پلیوس خبر داد. رئیس جماعت گفت فضلالدین سنگوف روز 6 مای سال روان همراه برادر و 3 رفیقش وقت سیر و گشت در کوه سناریاد نو کفیده را پیدا میکند و آن در دست مرحوم میکفد. هرچند امروهانش به او میفهمونند که به آن دست نرساند، ولی او سناریاد را به دست میگیرد و آن در دستش میکفد. فضلالدین در جای حادثه به هلاکت میرسد. شرح داد رضا عمر. جسد فضلالدین سنگوف را 7 مای سال روان در قبرستان دیهه خواجه غلطان در زادگاهش به خاک سپردند. فضلالدین سنگوف یتیم کل بوده سال پیش در پی یک حادثه پدر و مادر او به هلاکت رسیده بودند. رضا عمر میگوید مسئولین دادستانی نویه در پی این قضیه با شاهدان گفتگو کرده بیانات آنها را گرفتند، ولی پرونده جنایتی باز نگردیده است. طبق خلاصه آنها حادثه از بی‌احتیاطی رخ داده است. نظر شاهدان و مقامات معلوم نیست. یادآور میشویم که نویه شمس‌الدین شوئین در مرز با افغانستان جایگیر شده است و تا به حال گلوله‌های مرگبار در این منطقه دیده میشوند. مقامات تاجیکستان میگویند که زمین ها را از سناریادها تازه کردند، ولی ساکنان محلی از کفیدن آنها جان میدهند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به پیشنهاد هواشناسان به توجه ساکنان و مهمانان کشور میرساند که روز 16 مای سال 2023 به سبب تغییر آب و هوا در ناحیه‌های جنوب و مرکز ولایت ختلان، نواحی منطقه کولوب، ناحیه‌های تابع جمهوری و شهر دوشنبه هوای آلوده با گرد و چنگ در نظر داشته شده است. خاک بارش به قلمرو کشور از ناحیه‌های جنوب و غرب و جنوبی هم مرز با کشورهای ما وارد می شود. در این ارتباط کمیته از ساکنان و مهمانان کشور خواهش می کند بیش از همه به کسانی توجه کنند که گرفتار بیماری‌های دیابت قند، استما و هیپرتنی می باشند. رانندگان و دزدداران سیاحی و گردشگران باید در این گونه روزها سرعت حرکت در راه‌ها را رعایت کنند. تکنیک بی‌خطری حرکت در راه‌های کوهی و نزد کوهی، صحرایی و انوارها را رعایت نمایند. رعایت فاصله بین ماشین‌ها خیلی مهم است، چون احتمال ریزش سنگ از کوه‌ها نیز زیاد است. بیشتر آب تازه نوشید. تا حد امکان ترازه‌های خانه‌تان را پوشید. به آنهایی که گرفتار بیماری‌های ضیق نفس و راه‌های نفسند توصیه داده می‌شود معیار داروهای استعمالی را در این روزها کاهش ندهید. همیشه با خود اینگالیاتور داشته باشید. اگر طلبات به اینگالیاتور از 4 تا 6 مرتبه در یک روز زیاد شود، حتما به دکتر مراجعت نمایید. در حال پیش آمدن حالت فوق‌العاده به تلفن 112 زنگ زنید. پایگاه بین المللی که زلزله ها در سراسر سیاره را به صورت آنلاین پیگیری و ثبت می کند خبر داد که شب 16 مای سال 2023 ساعت 9:44 دقیقه به وقت محلی در شرق تاجیکستان یک زمین‌لرزه شدتش طبق جدول ریختر 4.1 بال رخ داده است. به اطلاع این پایگاه مرکز آفت طبیعی در عمق 119 کیلومتر رخ داده است. در 99 کیلومتری غرب شهرک مرغاب مرکز نویه امین نویه ولایت مختار کوهستان بدخشان جایگیر شده بود. درباره کدام تلفات و خسارات بر اثر این زمین‌لرزه تا این ساعت گزارش به دست نرسیده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده هر سال در قلمروش صدها زمین جنبش ثبت می شود. بر اثر زمین‌لرزه شب 23 مارس سال 2023 که مرکزش در اطراف دهه پلدارک نویه کوهستان مشچو بود، در مجموع 368 خانه از جمله در نویه کوهستان مشچو 318 خانه، در نویه رشت 32 خانه و در نویه نورآباد 17 خانه ضرر دیدند. اخیراً اتحاد اروپا شمار عمومی ساکنان ضرر دیده از این زمین‌لرزه ماه مارس در تاجیکستان را بیش از 2200 نفر برآورد کرد. 14 مای سال 2023 تخمینا ساعت 18:05 دقیقه راننده автомашین تمغه اوپل استرا میرک و فیروز سال تولدش 1994 ساکن نویه وخش هنگام حرکت در شهرهای دوشنبه باختر در حدود جماعت دیهات ثروت استقلال نویه کوشانیان از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده نابالغ رجب و بیبی عایشه سال تولدش 2011 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ رجب و جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی حادثه مذکور تحقیقات ادامه دارد.
به شعبه وزارت کارهای داخله در نوحه یاوان عریضه مرد 67 ساله ساکن نوحه مذکور وارد گردیده است که دوم ینور سال 2023 شخصان نامعلوم به طریق پنهانی از داخل افت شخصی تمغه اوپل وکترا که در نزد بازار مرکز نوحه به نظارت می ایستاد دو عدد تلفن‌های گوناگون موبیلی را دزدیده از جای حادثه غایب شده است. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 33 ساله ساکن همین نوحه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخله یک در نوحه شومنصور با عریضه مرد 35 ساله ساکن نوحه مذکور مراجعت نموده است که 14 ماه سال 2023 هنگام در میکرواتوبوس خط سیر رقم 1 قرار داشتنش شخص نامعلوم به طریق پنهانی از جای به شکل تلفن موبیلی تمغه ردمی اف را دزدیدنی می شود که از جانب خود او دستگیر می گردد. در وقت گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا شخصیت جنایتکار معلوم کرده می شود. این مرد 33 ساله ساکن شهر دوشنبه بوده است. برای دستگیر نمودن هم مسلکانش چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا ادامه دارد. همین طریق ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 22 ساله ساکن پایتخت همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده 8 ماه سال 2023 تخمینا ساعت 05:00 دقیقه با راه پنهانی از داخل افت تمغه تویوتا اولون که به جوان 23 ساله ساکن شهر دوشنبه تعلق دارد یک عدد تلفن موبیلی تمغه آیفون 14 پرو مکس را دزدیده از جای حادثه غایب شده است. ضرر رسانده شده 15000 سومانی را تشکیل می‌دهد. اوایل به این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.